دوم ایولی سال 2021 به ساکنان دهه‌های خواجه اعلی و سامانیان شهر اصفهان که منزلشان بر اثر درگیری‌های مسلحانه آخر ماه اپریل خراب شده بود، از طرف رئیس ولایت سوغد رجب‌بای احمدزاده کلید خانه‌های نو سپرده شد. امام علی رحمان سرداری تاجیکستان خدا کنه دائما باشه در سر ما یا از چهره شناسد امروز ملت ما چون مرهم دوای بر درد و علت ما از نور چهره گرمی فضل و فضیلت ما کور از چشم دشمن از قصر ملت ما ای دولت و شکوه در بار تاجیکستان پشت و پناه ملت دیوان تاجیکستان. خانه‌های ساکنان بر اثر مناقشه‌های مسلحانه مرزی آخر ماه اپریل خراب شده بود و با دستور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در یک مدت کوتاه برای ضرر دیدگان خانه‌های نو بنیاد گردیده با تمام جهاز ضروری از جمله کورپه و کورپچه، پیاله و چاینیک تا ماشینه جامه‌شویی، یخدان و تلویزور، تفدان و سوزن و رشته و بالین و قالین تأمین می‌باشند. ما روزی که جمشید هستم شهرمند تاجیکستان و محله سامانیان بعد همین جنگ قرقیز شدن همین خانه ها من 6 تا خانه سوزاندن تمام چیزها همه چیز سوخته برفت. من با دستگیری جناب عالی محترم پیشوای ملت من با حوض همش معین شد. ما ملت‌دار هستیم. هزار همه رئیس ولایت رجب‌بای احمدزاده و رئیسای شهر اصفهان من با رئیسای گوستاندار به هزار رحمت همین حب من با هم میشد از سرش به تو اداخش هم میشه کم بوده حوزه کرم موندم. برای 29 عائله در دو دهه ذکر شده خانه‌های نو بنیاد و با اسباب و لوازمات ضروری روزگار به صاحبانشان سپرده شد. باعث تاکید است که با مقصد سریع وقت و با صفت بنیاد و تعمیر نمودن منزل‌ها از روزهای نخستین ستاد کاری جهت برقرارسازی خانه‌های استقامتی منطقه‌های نزد مرزی شبانه روزی فعال بوده در این سمت چاره‌های ضروری عمل کرده شدند. مورد ذکر است که رفت ساختمان خانه‌ها زیر نظارت سرور دولت قرار داشت و با دستور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان راهبری ولایت بارها از محل ساختمان خانه‌ها بازدید کرده برای با صفتی بلند به انجام رسانیدن کارهای ساختمانی از تمام امکانیت‌ها استفاده برده شد. باعث قناعتمندی است که نمایندگان جامعه‌های مهنتی و ساکنان منطقه‌های گوناگون کشور جهت برطرف نمودن عاقبت‌های حادثه سنه 29 اپریل رخ داده به مردم این دهات دست مدد دراز نمودند. ساکنان دهه‌های خواجه اعلی و سامانیان شهر اصفهان از توجه خاصه پرزیدنت مملکت منتداری خود را بیان داشته به رهبریت دولت و حکومت اظهار سپاس نمودند. و منتداری خود را به جناب عالی می‌رسانم که مقدار در روزهای سخت ما من خانه ما را ساخته دادم به مهلت کوتاه.